مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌ها و تمام امروز اشتراکیان جنگ بزرگی وطنی از طرف پیشوای معظم ملت بخشیده بر این روز و هر نفرشان 8,000 سامانی مبلغ جدا کرده شد. کمک‌های مالیوی، کمک‌های مادی و اینچنین برای نگاهگیر برای دارواری امروز از طرف راهبر دولت همش رایگان شرایط مهیا شده است. امروز تبریکاتی پیشوای معظم ملت را نمایندگان حکومت جمهوری و مقامات اجرایی حکومت دولتی و شهر و ناحیه‌ها در جای زیست که امروز اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی و معیوبان رفته از حال احوالشان باخبر شده تحفه‌های پیشوای معظم ملت را دسترس کردند که این غمخواری پیشوای معظم ملت نسبت سابقه‌داران و اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی و عقیدگاه است. از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته و هر یکی شما صحتمندی کامل، روزگاری با سعادت و خوشبختی و شیرهای روزگار را تمنا نمایم.